more, sve ci gore. Moje more, moje more, moje more, moje more, moje more, moje more, moje more. دوستان امروز اومدیم آموزش حیوانایی که اهلی میشن. اولیش که خوک، ایناش یه دسته از این قلاب هویج میخوایم که اونا رو بکشینیم پیش خودمون و از اینا هم میخوایم، از این سواری ها میذاری توش، میری سوار دیگه. این دسته چوب هم لازم داری، دسته چوب رو هر کجا نشون بدی خوکم اونجا میری، خیلی هم راحت. و اون دکمه هم دیگه گاز میده. بله. خب دومی سگ. الان من این مد زدم انقدر قویه. دومی سگ وقتی استخونو برمیداری نگاه سرخم میکنه، یعنی بده به من تو باید دوست بشم. این دکمه رو پایین میزنی. بله این شد سگ تو و بخوای میشونیش، بخوای اونو وارسا این برونو دوست ندارم و هر چیزی به شما حمله کنه اونو میزنه، خیلی راحت اونو میکشه. و مثلا من این خوک رو میزنم بکشش، دیدیش راحت میزنش. کشت. بشین دیگه. خب سومیش توتی که اونم این توتی رو میذارم آخر. اینم بایسا اول اسب رو بذاریم، اینم اسب، میری سوار. اگه قلب نشون داد یعنی با هم قلب نشون داد. اینا رو میذاری توش. اینم لباس و ایناش لباس و خیلی هم سری میریه. و بریم سراغ آموزش اون دوتا هم بدیم. نه گندم میخوایم با ماهی هم میخوایم. گربه، این از گربهمون ماهی میخوره. گربه میزنی باید دوست میشه. اینم مثل سگه ولی به هیچ کس نمیزنه مثلا. ولی یه چیزیش خوبه، این کریپر نزدیک نمیشه هرگز کریپر نزدیک نمیشه. بیا نگاه، کریپر ازت دوری میکنه. نگاه دیدیش؟ و بشین گربه کوچولو. الان توتی مونده. توتی جون خب سلام علیکم. توتی هم گندم میخوره. وایسا نرو نرو من دارم خودم بیا تموم. و هر کجا بری اونم دنبالت میاد و هیچ خاصیتی هم نداره. این دمیج و اینا نمیده از دشمن. الان میشینیش برش میداری. بیا دنبالم و بیا اومد دنبالم. خب لایک یادتون نره با سابسکرایب تا ویدیوی بعدی. خداحافظ.